سلام دوستان گرامی برجمند و خجسته و خوشنود خوشبخت همه چی که هستین. درودی دیگر. سلام. این ویدیو در حقیقت راجع به کره نیست و خیلی وقته که ویدیو نساختم و میخواستم این ویدیو رو بسازم که فقط بهتون بگم که قرار ویدیوهای جدید بسازم با انسانهای واقعی، نه فقط عکس و صدا. و موضوع ویدیو اینه که بنده یه فرصتی برام ایجاد شده و قرار برم کشور اتریش و دوست دارم که شما رو هم با این کشور آشنا کنم. اونطور که خودم مثل یه توریست هستم، شما رو هم مثل یک توریست با اونجا آشنا کنم. دوربینم برمی‌دارم، از همین فیلم برداری میکنم، هرچی تجربه کردم اون با شما در میون میذارم. اگر احیانا شما اتریش رفتین یا این کشور رو دیدین یا اونجا هستین یا احیانا در این ویدیو رو میبینین، لطفا بهم کمک کنین، برام کامنت بذارین، بگین کجاها میتونم برم. قشنگه که با شما برای شما در یوتیوب و همینطور در آپارات به اشتراک بذارم و اونجا بتونین ویدیوها رو ببینین. و چون برای خیلی از ماها این آرزوه که این کشورهای خارجی رو که بهمون ویزا نمیدن بریم ببینیم و ببینیم واقعا مردم چه شکلی هستن اونجا، چجوریه این خارج، این اروپا که راجبش حرف میزنن. برای همین به این نتیجه رسیدم که یه دونه ویدیو بسازم که هممون با هم بتونیم، حتی اونه که برشون این امکان وجود نداره که یه وقت برن کشور اتریش، این امکان برشون به وجود بیاد الان که بتونن حداقل از پشت دوربین یه نمایی از کشور اتریش ببینن و اینکه من چقدر اونجا گیج خواهم زد. زبونشونم آلمانیه، یه ذره آلمانی بلدم ولی به درد هیچی نمیخوره اونقدری که بلدم. انگلیسی هم که خیلی خوب بلدم. جوک در حد هلو هاواریتون چطوره. ولی خب امیدوارم که زنده بمونیم و به این سفر رو پشت سر بگذاریم، غرق نشیم، مواد مخدر تو جیبمون نذارن، به قول بابام که میگه تو جیبت مواد مخدر میذارن، و به خوبی و خوشی بریم مسافرت رو برگردیم. اگر احیانا دوست دارین جایی رو ببینین و احیانا علاقه به کشور اتریش دارین، لطفا تو کامنت ها بذارین که کجا میخواین برین. حدودا من 2 هفته دیگه مسافرت میکنم. تا اون موقع وقت دارین که حداقل به اون دوست دارین که دوست میشناسینشون بگین که چطوری میتونن درخواست خودشون رو راجع به کشور اتریش به من در میون بذارن. اگر دوست داشتین که شهرهای دیگر هم ببینین، باید ببینم چجوریه. فکر نمی کنم در اون حد بشه. برای شهر وینا حتما با دقت میبینیم و بگین که کجاها دیگه دلتون میخواد ببینیم. خیلی خوب، خوشحال شدم. خیلی روز خیلی 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 خوبی رو براتون آرزو میکنم. شب خوبی داشته باشین، روز خوبی داشته باشین، درس خوب پیش بره، خانواده خوب باشه، همه در سلامتی کامل به سر ببرن، ماشینتون سلامت باشه، بچه‌ها سلامت باشن، سگتون خوب باشه. اگه سگ دارین یا گربه یا همستر یا ماهیاتون توی آب دارن شنا میکنن، کلا هر کی که میشناسین آرزو خوبی برشون میکنم. همه خوب و خوش و خورم باشین و همیشه هم بخندیم. تا ویدیوی بعد لطفا کامنت یادتون نره واقعا این دفعه، خواهشاً